دوستان یه داده دیگه از دستگاه پروتونلیک را با همدیگه بررسی میکنیم. این اسکن با دستگاه پروتون 8 سنسور شرکت آسوا گرفته شده و دوستانی که این اسکن را برای من فرستادن گفتن که در این محدوده دنبال یک ظرف فلزی مسی بودن. دوستان ببینید با توجه به رنگ، شکل، ساختار و نحوه درگیری این محیط قرمز با خاک، این قطعا همون فلز مسی است که شما دنبالش بودید. اسکن را دوستان به سمت شرق زدن. در قسمت نمودار دستگاه فاز منفی برای ما نگرفته و کلا افتاده روی فاز مثبت و خاک‌های با تراکم کمتر یا دستریز هم روی این فلز مسی کاملا مشخص و مشهود هست. دوستانی که اسکن‌های خوب با دستگاه پروتونلیک میگیرن میتونن اسکن‌هاشون از طریق شماره‌های شرکت پایدار معدن با ما به اشتراک بگذارن. موفق و پیروز باشید.